من تهران به دنیا اومدم. پدرم کارمند تلویزیون بود و در واقع فیلمبردار. مادرم لیسانس روانشناسی بالینی بود. من خودم لیسانس مددکاری اجتماعی ام، دانشگاه علامه طباطبایی درس خوندم. کار مددکاری اجتماعی انجام میدم ولی بیشتر با تمرکز بر حوزه کودکان، که البته در واقع اولش خیلی با تمرکز بر حوزه کودکان شروع شد، اما توی فیلدی که من کار میکردم، در واقع فیلد کودکان کار، یواش یواش با مادرای بچه ها ما آشنا شدیم و شروع کردیم به در ضمن فعالیتی که برای حقوق کودک میکردیم شروع کردیم به کار کردن روی حقوق زنان توی مناطق محروم تهران و بعدم توی یه مواقع خاصی به شهرهای دیگه رفتیم، مثل وقتی که زلزله بم اتفاق افتاد. من حدود 5-6 ماهی بم ساکن شدم که در واقع این 4 ماهش به صورت ثابت اونجا بودم و یه 2 ماهی هم در رفت و آمد بودم. من کارم رو با NGO احیا شروع کردم، انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی. کلیه فعالیت‌های من با NGO های مختلف به صورت داوطلبانه بوده و طبیعتاً هیچ مبلغی دریافت نمی‌کردیم و اتفاقاً یکی از عمده کارهایی که ما انجام میدادیم بوده که جذب اسپانسر بکنیم برای کاری که داریم انجام میدیم، چون در واقع NGO ها تو ایران از هیچ نهاد خاصی ساپورت نمیشن و کل کمکاشون رو مردمی تامین میکنن. یواش یواش دایره این فعالیت گسترده تر شد و علاقه منم به صورت مشخص به حوزه زنان افزایش پیدا کرد و من تصمیم گرفتم به این که تقریبا تا قبل از اون ما با مادران و دختران جوان به صورت حاشیه‌ای کار میکردیم و تمرکز اون مشخصا روی کودکان بود، مخصوصا کودکانی که در سن پایین‌تر بودن. یواش یواش ما شروع کردیم به فعالیت مشخص در حوزه زنان و در واقع روزهای مشخصی در هفته جلسات بحث و گفتگویی برگزار میکردیم و خب میگم این یواش یواش این فعالیت به صورت مستمر ادامه پیدا کرد و من از طریق به هر حال دوستانی که در اون دوره به من کمک کردن که با حوزه زنان بیشتر آشنا بشم، بیشتر مطالعه بکنم، با مباحث مرتبط با حوزه زنان بیشتر آشنا بشم، موفق شدم که و ارتباطاتی که پیدا شد در واقع حضورم توی عرصه فعالیت در حوزه زنان پررنگتر و بیشتر از قبل شد. سایت زنستان در واقع روی بخش‌های خشونت، مثلا تو بخش ویژه خشونت، ما شروع کردیم به اینکه گزارش‌های ماهانه ارائه می‌کردیم از خشونت‌هایی که علیه زنان اتفاق افتاده در این مناطق. در واقع فعالیت من مشخصاً از در واقع با مرکز فرهنگی زنان از 1-2 تا مطلبی شروع شد که من برای خبرنامه‌های اون مرکز نوشتم که در واقع همه گزارش‌هایی بود از وقایعی که برای زنان و دختران مناطق جنوب شهر تهران اتفاق می‌افتاد. این ارتباط یواش یواش گسترده تر شد و فعالیت من تو حوزه زنان شکل جدی تری گرفت و در واقع من خودم رو یک بخشی از این مجموعه می‌دیدم، همونطور که قبل از اون خودم رو یک بخشی از مجموعه فعالین حقوق کودک می‌دیدم. بعد از اون تجمعی برگزار شد به مناسبت 22 خرداد که قرار بود که روز ملی همبستگی زنان ایران باشه. این تجمع اولین بار مقابل دانشگاه تهران برگزار شد و من هم توی اون تجمع شرکت کردم به همراه دوستانی که از دانشگاه تهران داشتیم و خب اون تجمع هم مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران برگزار شده بود. بعد از اون تجمع بعد از 22 خرداد تجمع 8 مارس در پارک دانشجو سال بعدش برگزار شد و توی اون تجمع بیانیه‌ای که تنظیم شده بود رو قرار شد که من قرائت بکنم اونجا و خب به دلیل هجوم نیروی انتظامی تقریباً اوایل متنی که داشت قرائت میشد تجمع به هم خورد و در اثر حمله نیروی انتظامی و ضرب و شتمی که اون رو صورت گرفت مچ دست چپ من شکست و بعد از اون به 22 خرداد 85 رسیدیم که پرشورتر از سال قبل و طبیعتاً با تمام انگیزه هایی که تازه به وجود اومده بود، تمام نیروهایی که تازه اومده بودن، قرار بر این شد که دوباره تجمع 22 خرداد این بار در میدان هفته تیر برگزار بشه که خب طبیعتاً زنانه ترین میدان تهران بود و زنهای خیلی زیادی در طول روز اونجا تردد میکردن که متاسفانه این تجمع برای اولین بار در ایران در این سالهای اخیر با
هجوم گسترده پلیس‌های زن مواجه شد که در واقع این بار برخلاف تجمع 8 مارس که پلیس فقط اقدام به ضرب و شتم میکرد و کسی رو دستگیر نکرده بود، اقدام به دستگیری‌های گسترده شد و من به همراه در واقع 70 نفر دیگه توی این تجمع دستگیر شدیم. در واقع توی تجمعی که توی میدان هفت تیر برگزار شد و حالا اون دستگیری گسترده، برخورد خیلی شدیدی توسط پلیس‌های زن و مرد اتفاق افتاد که فکر میکنم که حداقل مشخصا برای من شکستگی آرنج دست راستم بود و کبودی هایی که بعدها حداقل 9 موردش رو پزشک قانونی تایید کرده بود. بعد از 22 خرداد حرکت عظیم و گسترده‌ای شکل گرفت به اسم کمپین 1 میلیون امضا که در واقع تمام ما پرشورتر از قبل و با انگیزه نزدیک شدن به تمام زنان ایرانی به کمپین 1 میلیون امضا اومدیم و شروع به فعالیت کردیم. کمپین شاید بزرگترین و موفقترین تجربه حوزه زنان باشه و جدیترین پیوند فعالین جنبش زنان و تمام مردم ایران. این روزها کسانی که به کمپین 1 میلیون امضا میان شاید برای همه ما چهره‌های آشنایی باشن که تو سالهای قبل هیچ وقت ندیدیم، ولی فکر میکنم که در سالهای بعد نه تنها اونها بلکه خیلی‌های دیگر رو در کنار خودمون خواهیم دید و اگر امروز من، فردا یک نفر، پس فردا یک نفر دیگه به زندان بریم، هر روز آدم‌های دیگه خواهند اومد که این راه رو ادامه خواهند داد. بعد از یک سال 8 خرداد 86 یعنی شاید چند ماه پیش بالاخره دادگاه من برگزار شد و فکر میکنم پیش از من شاید 10 نفر دیگه به دادگاه مراجعه کرده بودن و حالا احکامشون رو یا دریافت کرده بودن یا منتظر دریافت حکم بودن. حدود فکر میکنم 2 ماه بعد از دادگاه من حکم خودم رو از شعبه 15 دادگاه انقلاب دریافت کردم و به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و 10 ضرب شلاق محکوم شدم. اتهامات اولیه اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ بر ضد نظام و اخلال در نظم عمومی بود. من در دادگاه تجدید نظر در واقع مرحله تجدید نظر از یکی از این اتهامات تبرئه شدم که در واقع اتهام اخلال در نظم عمومی بود. من به خاطر این اتهام به 4 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شده بودم. شاید بشه این رو یک هشدار و یک زنگ خطر تلقی کرد و فکر میکنم که جنبش زنان با وجود همه اتفاقات این چنینی که ممکنه براش بیفته پرشورتر از قبل به فعالیتش ادامه خواهد داد و طبیعتاً بر حقانیت خودش بیش از قبل استوار خواهد بود، چرا که اتفاقاتی که میفته نشون میده که قطعا ما تو راه درستی قدم برداشته بودیم و خب فریاد زدن این نابرابری باعث شد که تمام آدم ها احساس نزدیکی با این جریان رو پیدا کنن و خب طبیعتاً کمپینی به گستردگی ایران به وجود بیاد برای تمام زنان ایرانی که هیچ کدوم از حقوق برابری با مردان برخوردار نبودن. فرقی نمی‌کرد زنان طبقه متوسط، زنان طبقه کارگر، زنان طبقات بالای اجتماعی، هیچ یک از این حقوق برخوردار نبودن و شاید دلیل گستردگی عظیم کمپین نزدیک شدنش به آدم‌ها و در واقع جمله زیبای کمپین که صدای زنان خاموش باعث شد که کمپین این همه گسترده بشه و بتونه این شکل عظیم از فعالیت رو داشته باشه.